دیگه تموم شد. فقط همین رو برم دیگه تمومه. فقط اگه صابخونه نفهمه خیلی کاره. بریم. وای فکر کنم الان بیدار میشه. چی شده؟ کی اینجاست؟ دزد اومده؟ اوه بیدار شو. باید اینو بذارم فرار کنم. آی پسر تو کی؟ چی؟ من هیچکی نیستم. اومدم اینجا یکم دزدی کنم برم. ها؟ چی شده؟ میخوای بیای دزدی کنی؟ در خونه کی باز بوده؟ از کجا اومدی تو؟ هیچی نیست. من فقط اومدم از رو همین دیوار اومدم. فقط اومدم یکم وسایل مورد نیاز بردارم برم. ها پس اینطوریه. سب کن الان میام پایین. اوه فکر کنم داره میاد دنبالم. باید فرار کنم. آی اوه چی شد؟ بر چی افتادین؟ بیدار شو. فکر کنم کشتمش. الان باید جواب پلیس رو چی بدم؟ وای ای خدا چی شده؟ بر چی گریه میکنی؟ با من میگم اومدم دوزی. ها بالاخره بیدار شد. بر چی صورت اونطوریه؟ با هر جور نکن مریضی. باید ماسک بزنم وگرنه از تو مرضی میگیرم. نه بابا مریضیه چی؟ الان نخوردم به دیوار افتادم اینجا جلوت میگی مریضم؟ ماسک میخوای بزنی بزن. به ما چا؟ ها چی گفتی؟ اومدی دزدی کنی بعد خوردی به دیوار خونی هم شدی تازه. همین الان پا میشیم میندازم صندوق میریم دادگاه چی؟ میریم اداره پلیس اونجا تکلیف تو مشخص میکنم همین الان. پلیس چی؟ چی بریم پلیس؟ با من میگه اومدم دزدی کنم. وای نکنه فهمیده که میخوام دزدی کنم و نکنه فهمیده که دزدی چیه و میخوام منو ببره پلیس تحویل بده. پاشو پسر جان پاشو بریم که بعد ببرم اداره پلیس. نه دار چی کار میکنی؟ بر چی منو باید ببری اداره پلیس؟ بیا اونقدر حرف نزن. باید بریم به اداره پلیس تا تکلیف تو مشخص کنم. این در رو باز کنم. برو تو ماشین. بر چی اینطوریمون؟ بر چی انداختین تو صندوق ماشین؟ وای الان منو میبره به پلیس تحویل میده. وای ساکت شو. از اینجا بهتر برای یه دوست پیدا نمیشه که دیگه همه چیزاش آماده تو فقط بخوای بری توش بخوابی. من برم یکم کلاه سرم کنم اینها بیام که ببرم اداره پلیس. خب من حاضر شدم که بریم سریم تحویل بدیم تو رو. خب بریم که رفتیم. اوه یکم آرومتر برو. رانندگی هم که بلند نیستی. چی میگی؟ ساکت چه؟ الان رسیدیم دیگه. چی شد؟ رسیدیم. بیا منو بیار پایین دیگه. و کمرم درد گرفت. بابا رسیدیم. بیا پایین که حوصله ندارم. بدو. الان منو میبریم اونجای آقای پلیس. بله ساکت شو. سلام آقای پلیس. این آقا یه دوز همین پسره اومده تو خونه ما با جرأت داره میگه که من دارم دزدی میکنم. به من چی کار داری؟ اولندش سلام. بعد دومندش صبر کن و بعد از این که سلام کردی نفست بره پایین بعد ادامه بده که باز صحبت میکنم. آقای پلیس من نمیتونم صبر کنم. این اومده به جرأت گفته من واقعا دارم دزدی میکنم. این من بدون اینکه سلام کنم بعد اینو ببریم بندازین زندان. به من ربطی نداره. خب پس ایشون آقا دزدن همین دزدی که به جرأت اومده گفته که من اومدم خونتون دزدی. الان اصلا شما لازم نبود سلام کنین.
اگه میدونستم که این خودش با پای خودش اومده دزدی و کسی اونو نفرستاده، همینطوری سلیم بردم زندان. از این نفرات انقدر زیاد اینجا رفت و آمد میکنن که اصلا برای شما روزی شمارشش سخته. سلام آقای پلیس، من هیچ کار نکردم، منو بقیه فرستادن، من هیچ کار نکردم، ولی بازم زندان جای مرد و مردونگیه. ساکت شو، چرت و پرتا رو از کی یاد گرفتی؟ زندان جای مرد و مردونگی. آقای پلیس بردارشو برنه شو شد. اوه چه چرت و پرت بازی ها. باید که بریم اینجا بشین. آقای پلیس من نشستم، ولی این مرام نبود، این مرام نبود. خداحافظ صاحب.